سلام به همه همراهان عزیز کانال روستاهای ایران. امروز می‌خواهیم سفری داشته باشیم به روستایی عجیب و جالب به نام روستای چهاربرد، شهرستان اصفهان. جمعیت روستا اکثراً از کردهایی کوچ کرده در قرن‌های گذشته از غرب ایران هستند. از میان کودکانی که در این روستا به دنیا می آمدند، حدود 90% آنها مشکل نابینایی داشته که علت آن را ازدواج‌های فامیلی خطاب کردند. اما آنچه که باعث شد این روستا جزو عجیب‌ترین ها باشد این بود که حتی کودکانی که حاصل ازدواج فامیلی نبودند نابینا متولد می‌شدند. و از طرفی برخی از حیوانات گله حتی برخی از گاوها نیز دچار نابینایی می‌شدند. بسیاری از مردم علت این آرزه را آب‌آلوده این منطقه اعلام کردند. هرچند که از سال 1391 خوشبختانه این مشکل حل شد. ممنون از اینکه کانال روستاهای ایران را دنبال می‌کنید. لطفاً پست را لایک کنید و منتظر قسمت‌های جالب بعدی باشید.